به نام خدا. بنده محمد امین صادقی هستم، مدیر عامل شرکت گنبد فیروزه. شرکت گنبد فیروزه فعالیت خودش را از سال 1390 آغاز کرد با هدف ایجاد نوآوری تو صنعت ساختمان و تولید محصولاتی که مرتبط با سیستم‌های نوین ساختمانی بوده، مخصوصا سیستم‌هایی که مرتبط با سقف‌های نوین بوده. اولین محصولی که شرکت گنبد فیروزه اقدام به تولید اون کرد قالب سقفی یوبوت بوده که سقف یوبوت یکی از سقف‌های نوین ساختمانی هست و همکنون هم در حال استفاده هست. شرکت گنبد فیروزه به ترتیب به سبد محصولات خودش اضافه کرد. همکنون این شرکت بالغ بر 40 محصول مرتبط با سقف ساختمان و قالب بندی ساختمان تولید میکنه، شامل قالب های سقفی یوبوت، قالب های سقفی وافل یک طرفه و دو طرفه و این شرکت اولین و تنها شرکتی بوده که موفق شده قالب های سقفی وافل را به صورت قفلدار تولید کنه و در همین راستا هم موفق به اخذ گواهینامه ثبت اختراع شده. همچنین در کنار این محصولات قالب های تخت پلاستیکی برای استفاده به عنوان قالب ستون، دیوار برشی و تمام کاربردهایی که قالب فلزی داشته رو به صورت قالب پلاستیکی تولید کردیم و عرضه می‌کنیم. همچنین قالب های اسپیسر پلاستیکی به عنوان کاور بتون توی المان‌های مختلف سازه‌ای را تولید می‌کنیم. این شرکت همکنون دپارتمان‌های مختلفی داره. دپارتمان طراحی داره که تشکیل شده از نخبه‌های دانشگاهی کشور، از دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و غیره که به صورت تخصصی سیستم‌های نوین سازه‌ای را مثل سقف‌های یوبوت و وافل را طراحی می‌کنن. همکنون تا الان شاید بیش از 5 میلیون متر مربع طراحی از این شرکت انجام شده و در حال اجراسی به پایان رسیده. واحد بعدی ما واحد تولید هست. تو واحد تولید ما مجددا بخش‌های مختلفی داریم. یکی بخش مواد اولیه که شرکت ما تنها شرکتی هست که فرایند تولید مواد اولیه‌اش خودش انجام میده، یعنی از فرایند 0 تا 100 تولید توسط خود شرکت انجام میده و ابدا برون سپاری نمیشه و کنترل کامل بر روی کیفیت محصول داره و مواد اولیه فراوری و اصطلاحاً گرانول سازی اون توسط خود شرکت انجام میشه. البته یه سری مواد به صورت مواد نو هست که خب به صورت خرید سبد کالا از پتروشیمی انجام میشه، ولی موادی که به صورت مواد مشکی هست با کیفیت فوق‌العاده بالا و فرموله شده توسط خود شرکت فراوری گرانول و وارد فرایند تزریق پلاستیک میشه. شرکت در فاز تزریق پلاستیک دارای 5 مجموعه تولیدی هست که متعلق به خود شرکت گنبد فیروزه هستند و توی هر کدوم از این مجموعه ها از دستگاه‌های کوچیک تا دستگاه بزرگ، یعنی دستگاه‌های از تزریق 5 گرم تا تزریق 12 کیلوگرم توی مجموعه وجود داره و قالب‌های مختلف با وزن‌های مختلف رو به صورت شبانه روز تولید می‌کنیم. دستگاه‌های تزریق پلاستیک مجموعه دستگاه‌های فوق‌العاده بروز اروپایی هستند و محصول رو با بالاترین کیفیت تزریق تحویل میدیم. این شرکت در کنار واحد طراحی و واحد تولید، واحد اجرا و واحد بازرگانی هم داره. واحد اجرا تشکیل شده از اکیپ‌های مجرب اجرای اسکلت ساختمانی که اختصاصاً اجرای سقف‌های وافل و سقف‌های یوبوت را انجام میدن در سراسر کشور. توی پروژه‌های مگا پروژه‌های کشور فعالیت داریم. در واحد فروش شرکت گنبد فیروزه دارای شبکه وسیع نمایندگان در سراسر کشور و کشورهای همسایه جهت سهولت ارائه خدمات و محصولات شرکت به مشتریان عزیز هست. با توجه به کیفیت بالای محصولات که قابل رقابت با نمونه‌های مشابه اروپایی هست، زیرساخت‌های لازم جهت صادرات به کشورهای همسایه را ایجاد کردیم و همکنون به طور مداوم صادرات به کشورهای عراق، اقلیم کردستان عراق، ارمنستان، آذربایجان و عمان را داریم. شرکت گنبد فیروزه محصولات تولیدی را تضمین و گارانتی میکنه و همچنین تضمین بازخرید محصولات پس از استفاده را داره. شرکت گنبد فیروزه در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و افزایش کیفیت محصولات خودش موفق به اخذ گواهینامه‌های ایزو
ایزو 9001 14001 و ایزوهای مختلف شده. واحد آرندی شرکت گنبد فیروزه به حمد خدا فوق‌العاده واحد فعالی بوده و هست، به این صورت که این واحد با توجه به نیازهای موجود تو بازار همیشه سعی کرده بررسی حداکثر تحقیقاتی که نیاز بوده را روی محصولات موجود داخلی و همچنین نمونه‌های مشابه خارجی انجام بده و طراحی ها را اصلاح کنه با توجه به مشکلات اجرایی. و نظیر اون این بوده که اولین قالب یوبوت حفره‌دار دو پوش، یعنی به صورت 2 قطعه حفره‌دار را خود شرکت گنبد فیروزه تولید کرد. همچنین اولین قالب وافل سقفی قفلدار که ثبت اختراعش هم به نام خود شرکت گنبد فیروزه ثبت شده را تولید و روانه بازار کرد و به ترتیب سبد قالب‌های قفلدار خودش اضافه کرد، مثل قالب‌های وافل یک طرفه، قالب‌های وافل 2 طرفه در تمامی سایزها. در واقع دارند قالب تخت پلاستیکی که جایگزین قالب فلزی هست هم به صورت استفاده قفلدار هم به صورت استفاده پین و گوه‌ای تولید شد و فوق‌العاده از لحاظ استحکامات بررسی شد و روانه بازار گردید. همچنین قالب‌های اسپیسر. در پایان امیدواریم با استعانت از خداوند متعال روز به روز در راستای بهبود و گسترش سطح کمی و کیفی خدمات و محصولات خودمون پویا و پوشا باشیم.